دوستان این کلیپ رو ببینید اینایی که شما رو تیر میکنن که برید فلسطین خودشون چیکار میکنن. بسیاری جوانان از ایران دمی 2-3 روز به من تماس میکشن، پیام میگه ما میریم به فلسطین، پدر و مادر ما رو نمیگذارد. ما میریم به فلسطین، پدر و مادر نمیگذارد. ای پدر بزرگوار، ای مادر بزرگوار، چی میخوایی از این افتخار بالا که فرزند تو شهید در راه الله بشود؟ ای کاش الله این لطف را در حق احمد فیروز بکند. خدا این لطف در حق تو کرد احمد فیروز گوزگوز. آقا بلیتشو من میدم، پولشو من میدم، هرچی هزینه داره من میدم، تو پاشو برو اونجا. تخم پدرش نیست هر کی پولشو نده هر کی هم نره. کون داری پاشو برو. آیا منتظری که خدای تو از اون بالا بگه احمد پاشو برو؟ ها؟ ای بیناموسا، بچه های مردم اینجوری به کشتن میدین. اون جوون ایرانی که از ایران به تو زنگ میزنه اونو باید پیدا کرد و با مادرش صحبت کرد که بچهشو خوب تربیت کنه. این طرز تربیت بچه نیست.